هایک و پینوشه. فریدریش فون هایک از اقتصاددانای بسیار خاص و بحث برانگیز قرن 20 بود که اندیشه‌هاش در دهه 1980 شمسی به شدت مورد توجه مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در اقتصاد آمریکا قرار گرفت. البته این آدم در زندگی شخصیش خیلی به جان استوارت میل علاقه داشت و زندگیش بی‌شباهت به این فرد هم نبود و در زندگی شخصیش تجارب بسیار عجیب غریبی مثل تورم بسیار بالا در دهه 1920 در اتریش رو تجربه کرده بود. ماجرای جداییش از همسرش و ازدواج مجددش در آمریکا هم بسیار بحث برانگیز بوده و هنوز هم مورد توجه تاریخ نگارها هست. از این که بگذریم، خب طبیعتاً اقتصاددان مشهوری مثل هایک که حد فاصل سالهای 1947 تا 1961 رئیس انجمن مونپلرن اقتصاددانای نئولیبرال و طرفدار بازار آزاد بود، 2 بار در واقع از شیلی دیدن کرد. یک بار در سال 1977 بود که وقتی به این کشور رفت یک ملاقاتی هم با پینوشه داشت و با پینوشه در باب فضایل دموکراسی محدود صحبت کرد. البته طی این دیدار چندین سخنرانی و مصاحبه هم در دانشگاه‌ها و محافل کسب و کار انجام داد. بروس کالدول، هایک شناس معروف که کتاب چالش هایک از او به فارسی منتشر شده و توسط انتشارات نشرینه‌ای هم منتشر شده، معتقده که در اون زمان در شیلی تقریبا کسی هایک رو نمیشناخت، حتی پسران شیکاگو، و بر این باور هست که حد اکثر 3 یا 4 روشنفکر احتمالاً یک کتاب از هایک و اون هم کتاب محبوب راه بردگی رو خونده بودن که البته جورج استیگلر کبیر درباره این کتاب میگه من راستش نمیتونم بفهمم که چرا این کتاب اینقدر محبوب شد. همینطور آرنولد هاربرگر که به درستی باید او رو پدر معنوی پسران شیکاگو در شیلی بنامیم، میگه که من نه در دوران دانشجوییم در مدرسه هاید پارک در شیکاگو و نه در دورانی که استاد بودم در مدرسه اقتصاد شیکاگو هایک رو در دپارتمان اقتصاد ملاقات نکردم و او در کمیته اندیشه اجتماعی حضور داشت. از این که بگذریم، دیدار دوم هایک از شیلی مربوط میشه به سال 1981 که باز هم به دعوت انجمن مونپلرن به شیلی سفر کرده بود. اون ایام بس در خصوص دکترین نئولیبرال داغ بود و یک سوالی در چارچوب همین دکترین از هایک پرسیده شد که تفاوت اندیشه های شما با اندیشه های کارل پوپر در چی هست؟ و هایک یک پاسخ بسیار عجیب میده و میگه که مشکل اینه که ما نئولیبرال نیستیم. کسانی که خودشون رو این گونه تعریف میکنند لیبرال نیستند، اونها سوسیالیست هستند. به نظرم جای خوبیه که این بحث رو تموم کنیم. باز هم من درباره شیلی روایت هایی خواهم داشت. اساساً اگر به ماجرای شیلی و بحث در خصوص شیلی علاقه‌مند هستید، این کتاب تجربه شیلی که انتشارات شیرازه منتشر کرده رو میتونید مطالعه کنید. شاد و سالم باشید.